ساختار حکومت تکمیل نشده. حکومت در حال ساخت است، سرپرست تا به حال هنوز هم مکملتر میشه. ما از مجاهدین ترکمن بسیار مشهور اشخاصی را داریم، همچنان بزرگایی را داریم، علمای کرام را داریم. ان شاء الله استخدام خواهد شد. حال ما در حالت تکمیل هستیم، حال پروسه جریان داره. اطمینان میتیم که هیچ کس از نظر انداخته نخواهد شد. برادرای ترکمن ما برادرای ما بودن که در سنگر ما بسیار رول مهم داشتند، صفحات شما و مجاهده خوب کردن در جهاد آزادی رول خوب داشتن. مد نظر گرفته خواهد شد ان شاء الله. رسیدگی میشه به این مورد ان شاء الله. حالا هم هنوز مراحل دیگر هم باقی مانده، ان شاء الله رسیدگی خواهد شد. مثلا شیخ قاسم صاحب ترکمن است و عضو برجسته رهبری امارت اسلامی در شورای رهبری عضویت دارند. یعنی رهبری امارت اسلامی افغانستان تقریبا 23 نفر هستند و او خود شیخ صاحب محترم قابل قدر است. دیگر هم ما تلاش می‌کنیم که نماینده‌هاشون در بدن حکومت باشه. ما به خاطر جلب جوانان هم پروسه داریم. فعلا حکومت نو است، زیادتر کارمندای قبلی هم سر کار هستند و کار نداشتیم که آنها منفک شوند، دور شوند. یک ملاحظه است، می‌بینیم کسی که فساد میکرد یا کسی که کار درست نمیکرد، کسی که مخلص نبود و زدوده میشه از جواز جوانای نو جلب میشه. پروسه انشالله زیر کار است، خواهد شد جوانای ما انشالله استخدام میشه. مسئولیت وزارت سرحدات همین است که تشخیص بده سرحدات خود را. بازی یک پروژه بسیار مهم میخواد که ما یک دیوال استنادی جور بکنیم بسیار قوی که خاک ما آب کد نشود. این اقتصاد ضرورت داره، ما جدی هستیم در این مورد. ان شاء الله وزارت سرحدات در این مورد جدی است، جلوگیری میکنیم و اقتصاد ضرور است که اقتصاد قوی شود، یک دیوال خوب استنادی در آمودریا داشته باشه.